خواندن با طرز اخبار. سلام علیکم. کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در تشکیلات موجودات غیر قانونی با طرز کلابی بنا با ائتلاف دفتر مطبوعات وکیده تاجیکستان با طرز خوگندی گمان بر شده به مقصدی به مهاجرین مهنتی فرستادن و با طرز فامیلی شهروندان جمهوری در خارج کشور در بنای ارمغان واقع در کوچه گیره کرده گفتنم به شاید سپاس غیر قانونی به داشتن اجازه غرمی من کم که وزارت مهنت گفتم که با شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شهروندان زنی 32 ساله را محکم کردن جمع کرده بود دیگه شما در مورد 24 ساله سکان شهر حصار با مقدار 1000 بدر خندیده 1000 پول گرفته با نام برده این همه موجان مهنتی به اروپا فرستاد. یه بار دیگه اخبار سلام شما یو که میگه که امسی باکلاشکا فریستایل خوندن میتونه. تو وقتی که امسی باکلاشکا هست در لبوی معرکه، در لبوی خوشی نهار، در لبوی ختم معرکه های کلان امسی باکلاشکا زنده. خوب گوش کنه. ای بچه یک، تو چی میخونی زیدی من؟ تو چوه میخیزی زیدی من؟ تو چوه تحقیرات میکنی آدم؟ تو شرم نمیکنی؟ ایده برای روسیه کار کنی نمیشوه؟ برای یگانجا کار کنی اروپا کشی هیزم بیاری خونت علو کنی نمیشوه؟ ایده برای خط آسک کشال که بمر برای پوپس بمر حروم بود نرسه مردم